سلام بچه، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. بچه امروز اومدم با یه آموزش خیلی خفن. اگر میخواید بهترین پلیر باشید، همیشه همه جا موومنتتون، دیدتون، دیگه بهتون بگم برتریت داشته باشید نسبت به پلیرهای دیگه، حتما با این تنظیماتی که واسهتون امروز میخوام توی این ویدیو بگم همراه باشید. 10 تا تنظیم خیلی خوب واسهتون دارم، خیلی خفنه. حتما این ویدیو رو نگاه بکنید تا آخرش. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بذاریم سراغ ویدیو. بچه نکته اول و تنظیمات اول این گزینه است. این گزینه خیلی کاربردیه. بهتون بگم چرا. بذارید ببینیم مثلا این گزینه چی هستش. اگر این گزینه رو آن بکنید، هم تیمیتون از پشت دیوار به شما نمایش داده میشه. حالا این به چه کاری میاد؟ بچه فرض کنید مثلا با یه اسکواد خودتون میرید بازی بکنید هم تیمیتون، و فرض کنید مثلا توی دارمیتوری هم 4 طبقه است. فرض کنید یه دونه کمپر مثلا طبقه سوم کمپ کرده و اتفاقی هم تیمیتون میره طبقه سوم و میخوره. اگر شما این گزینه‌تون آف باشه تا بخواید پیدا بکنید، چون 4 طبقه، هر 4 طبقه صدا پاش یکیه. خب فرض کن این اتاق با اون اتاق بالا با 3 تا اتاق بالا اصلا نمیتونید تشخیص بدید. ولی اگر این گزینه‌تون آن باشه، خیلی راحت میتونید مثلا ببینید آقا فرندتون طبقه سوم خورده، پس اون کمپر اونجاست، خیلی راحت میرید اون رو میزنید. نکته‌ای وجود داره سر این تنظیمات، اینکه داخل آب هم تیمیتون رو نشون نمیده، ولی بقیه جا همه جا بلا استثنا هم تیمیتون رو خیلی راحت به شما نشون میده و این خیلی خوبه. بچه گزینه بعدی که خیلی به کارتون میاد، گزینه کامرا فرام جامپ ویندوه. این خیلی مهمه. الان بهتون میگم چرا، بریم ببینیم. بچه این جامپ رو در نظر بگیرید. اگر جامپ کردید از پنجره و بیرون رفتید، میبینید که یک لحظه نماتون قطع میشه. یعنی که از اون کادر پنجره بخواید برید داخل، یک لحظه قطع میشه و انمی اگر باشه سمت چپ یا راستتون نمیتونید ببینید. اما اگر اون گزینه رو آن بکنید با چنین صحنه‌ای مواجه میشید. اما بچه‌ها این تصویر، دو تا تصویر، گزینه پایینی اون گزینه آنه، یعنی جامپ ویندو آنه. و ببینید اگر مثلا شما جامپ بکنید و انمی سمت چپ یا راستتون بخواد مثلا باشه، خیلی راحت شما میتونید ببینیدش و بزنیدش. اما گزینه بالایی رو نگاه کنید، وقتی بخواید جامپ بکنید سمت چپ و راست رو دیگه ندارید. واسه همین اگر انمی باشه شما نمیتونید ببینید و یک صفحه فرست پرسن به شما میده. ببینید نگاه کنید مثلا فقط نمای جلو رو دارید و سمت چپ و راست رو دیگه ندارید. پس حتما این گزینه رو آن بکنید، این خیلی کمکتون میکنه. اما بچه یه گزینه دیگه هم هست که خیلی کاربردی باید باشه واسهتون قاعدتاً. یه چیزیه که به صورت رندومه، شاید مثلا باش حال بکنید شاید نکنید. یه گزینه هست به اسم اوتو اکسپند وینگ سویت، همچین چیزایی باید اسمش باشه. این چیه؟ اما ببین بچه وقتی میخواید جامپ بکنید یا مثلا میرید لبه یک جایی که پایینتون ارتفاعه، کار و اتومات کاراکترتون جامپ میکنه و به صورت جامپ میره. اما اگر این گزینه آف باشه شما میتونید خودتون جامپ بکنید. نشونتون میدم، ببینید چه اینجا رو کنید. ببینید اینجا خودش جامپ کرد. اما وقتی آف باشه، اون گزینه رو آف بکنید به این صورت دستی میشه. ببینید بچه‌ها نگاه کنید، حتما باید خودتون اون چتر رو بزنید تا اینطوری جامپ کنه. این واسه مواقعی که مثلا شما روی ارتفاعی هستین، یه انمی پایینتونه، خب و نمیخواید که طرف، چون این چتره که پشتش باز میشه این یه صدایی داره اگه دقت بکنید، نمیخواید بفهمه و خیلی یواش مثلا HS دستتون رو میخواید بزنیدش، اونو به صورت آف میذاری و دستی آن میکنی. خب اونو میپری و دیگه اونو نمیزنی، خیلی راحت پایینتو میزنی. گزینه بعدی اسلایت هینت، یه همچین گزینه هایی هستش. این حالا چیه؟ اگر آدمی هستین که مثلا میخواید بازی بکنید و دوتا انگشتتون رو با هم نمیتونید بزنید که اسلایت جامپ رو بزنید، بشینید و سر بخورید و اینجور داستانا، این گزینه رو اگر آن بکنید همه اینا میاد توی یک گزینه واسهتون و خیلی کار راحت تر میشه. یعنی اسلایت جامپتون فقط توی یک گزینه است. بچه اینجا رو ببینید، با یک گزینه فقط داره میشینه و جامپ. اما بچه گزینه بعدی که آورده و خیلی جذابه داخل سیزن 6، سویچ اسکوپ بهش میگن. یه جورای فسته. مثلا به جایی که برید داخل کیفتون اسکوپ رو مثلا از روی اون یکی گانتون بردارید برید روی یکی گانتون، یه گزینه خیلی جذاب اومده که الان میریم با هم میبینیم. اینجا رو کنید، خیلی راحت اسکوپ رو میتونید عوض بکنید روی گان دیگه. بچه گزینه بعدی که خیلی مهمه اینجا، این شو ساونده.
اگر اینو بذارید روی شو ساوند خیلی میتونه اطلاعات دقیق‌تری بهتون بده. چه اطلاعاتی؟ ببینید بچه‌ها، اگر صدا پا داشته باشید صدا پا بهتون میده، اگر صدای تیر داشته باشید خیلی دقیق‌تر بهتون نشون میده. اما اگر شو نباشه، مثلا دو نوت شو باشه، توی گزینه دومش باشه، اطلاعات دقیقی بهتون نمیتونه بده. مثلا اگه یه انمی در حال شلیک باشه، یه انمی در حال راه رفتن باشه، خوب نمیتونه اطلاعات بده. واسه همین اینو حتما روی شو ساوند بذارید. اما بچه‌ها یه گزینه خیلی خوبی اومده که واقعا به نظر من ارزش داره. گزینه به اسم It's like to look around. حالا این چی کار میکنه؟ بچه‌ها فرض کنید شما دارید یه جا لند میکنید. خب اگر بخواید رو کاراکترتون مثلا سمت چپ رو نگاه بکنید، بخواید رو کاراکترتون بکشید، کاراکترتون اگر بخواید سمت چپ رو ببینید، کاراکترتون هم با اون انگشتتون میاد سمت چپ و این باعث میشه که سرعتتون کند شه. اما مثلا با یه لحظه فقط نگاه کنید، اصلا نمیخواید کاراکتر رو بپیچونید سمت چپ، یه گزینه اومده که یه موسی رو اضافه کرده. میدونم که یه چشمی هم قبلا بود ولی اون چشم خیلی ریزه، این الان خیلی دقیق‌تر و سریع‌تر میتونه نشون بده. بریم ببینیم. بچه اینجا رو کنید، خیلی راحت داره سمت چپ و راست رو ببین، خیلی خوبه به نظر. یه موسی اصلا اضافه کرده که مخصوص همین کاره. بچه گزینه بعدی که اومده که خیلی به نظر من کاربردی و مهمه به شدت، این توی بازی فورتنایت بود، الان تو کالاف هم اومده، خیلی کاربردی این گزینه است. بچه اینو حتما روی شو ساوند بذارید. این چی کار میکنه؟ مثلا فرض کنید یه انمی سمت چپ و راست شماست، خب حتما شما باید از اون مینی مپ نگاه کنید تا بفهمید. اما اگر شو ساوند رو بذارید، شما رو گانتون انمی ها رو بهتون نشون میده سمت چپ و راست که صدا پا دارید. این خیلی کمک میکنه. ببینید بچه‌ها، ببینید صدا تیر رو بهتون نشون میده، صدا پا رو بهتون نشون میده که داره دور تا دور انمی میچرخه. خیلی حتی صدای اسنوبورد هم بهتون نشون میده، شکل اسنوبورد هم بهتون نشون میده، یعنی بهتون همه اطلاعات رو میده. آقا یکی داره دور تیر میزنه، یکی داره دورت راه میره، یکی دور نزدیکات مثلا اسنوبورد داره. مخصوصا همین الان که یه باگی داخل بازی هست، هر کی داخل کیفش اسنوبورد داشته باشه اون انمی رو مپ به شما نشون میده. این خیلی خوبه به خاطر اینکه انمی ها رو بتونید زودتر پیدا بکنید. اما چون یه گزینه دیگه هم آورده که یه جورایی تزیینی میشه و اگر علاقه داشته باشید میتونید این گزینه رو آن بکنید یا آف بکنید. بچه ببینید یه گزینه به اسم اکسپلوژن شیک. حالا این یعنی چی؟ یعنی که آقا شما نید میندازی، خب نید خودتی، یکی دیگه اصلا نید میندازه، بر فرض مثلا من تستی که میخوام بگیرم روی نید خودمونه. نگاه کنید شما نید رو که میندازید کامرا اینجوری شیک میشه، مثلا تکون میخوره. خب به خاطر اینکه وقتی میترکه تکون میخوره. شما اینو اگه آن بذارید تکون میخوره، اگر آف بذارید تکون نمیخوره. بریم ببینیم. اینجا رو نگاه کنید، اینجا آنه که چجوری کامرا تکون خورد و اینطوری چرخیدی خورده. بچه اینجا آف کردیم گزینه رو، بریم ببینیم. بچه یه گزینه خیلی توپ دیگه هم که آورده، یه لادات آورده مخصوص همین گزینه ماشین. خیلی راحت شما میتونید فلش رو چپ و راست کنید، بالا پایین کنید و جوری که دلتون میخواد تنظیمش کنید. این گزینه خیلی خفنیه. بچه‌ها دمتون گرم تا اینجا ویدیو رو نکردید. امیدوارم این آموزش و این تنظیمات واسهتون کاربردی بوده باشه. من خودم از همشو استفاده کردم، از وقتی که استفاده کردم واقعا بهتر شده بازی، دیدم بهتر شده، تنظیمات بهتر شده، بهم خیلی کمک کرده. اگر بهتون کمک کرد لایک و کامنت و سابسکرایب حتما یادتون نره. تا ویدیو بعدی، فعلا.